خواستم شما رو مطلع بکنم که آقای علامه سید محمد علی حسینی که از روحانیون مذهبی لبنان بوده و خانم مریم رجوی او را یکی از شخصیت‌های برجسته لبنانی اعلام کرده بوده و در دستگاه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق یک جایگاه والا و ارشدی داشته و به عنوان مشاور ارشد مریم رجوی در منطقه خاورمیانه و لبنان و عربستان و قطر و کشورهای دیگه عربی عمل می‌کرده و به دلیل اختلافاتی که با سازمان مجاهدین پیدا کرده است از این سازمان جدا شده است که شما خودتون در ادامه صحبت‌های اون رو خواهید دید و خواهید شنید و مطمئنا مریم رجوی و سازمان مجاهدین خلق بعد از جدایی علامه حسینی از سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ترور شخصیتی خود را آغاز خواهد کرد و فردی را که روزگاری شخصیت برجسته شیعی لبنان و یکی از ستونهای مذهبی لبنان می‌خوانده است که با سازمان مجاهدین همکاری می‌کند، حتما الان او را ترور شخصیت خواهد کرد و بریده و مزدور و خائن. بیش از این توضیح نمیدم. شما میتونید عکس‌ها و سخنان اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق و همچنین آقای علامه محمد علی حسینی رو در تصاویر و فیلم‌های یوتیوبی مشاهده فرمایید. همچنین صحبت‌های خانم مریم رجوی رو هم تأمل بفرمایید و گوش بکنید که چگونه از آقای علامه حسینی یاد می‌کرده است و حالا که از این سازمان و شورای ملی مقاومت جدا شده است او را چه خطاب خواهد کرد. متشکرم. موفق باشید. جناب علامه شجاعانه پرچم تشیع علوی و حسینی را در مقابل ولایت فقیه برافراشت و علیرغم همه خطرات و همه اذیت و آزارها در مقابل حزب الشیطان که چیزی جز بخشی از رژیم ولایت فقیه نیست و چیزی جز بخشی از سپاه پاسداران نیست، با تمام قوا ایستاد. کما اینکه از یاد نمیبریم که جناب علامه در دوران اسارت هم برای موضع‌گیری علیه مجاهدین تحت شدیدترین فشارها بود، اما او شجاعانه این فشارها را تحمل کرد و در مقابل دشمن ایستاد و بر مواضع شرافتمندانه و سرفرازانه خود ایستادگی کرد. از جمله شنیدم که در صحن دادگاه ایستاد و با صدای بلند گفت که من با مجاهدین خلق هستم چون آنها بر حق هستند و با آنها باقی خواهم ماند. و من شنیدم که علامه حسینی در موضع‌گیری‌هایش تاکید کرد که ولایت فقیه و داعش دو روی یک سکه هستند. هر دو برای رسیدن به اهدافشان از نام مذهب سوء استفاده می‌کنند. درود بر شما با این دیدگاه بسیار درست و صحیح که به خصوص برای برادران لبنانی ما کمان که برای برادران
عرب و مسلمان ما بسیار بسیار روشنگر و آموزنده است. هكذا هم المجاهدون. این صفت مجاهدین است. عندما يقول الشخص منا أنه على طريق المجاهدين، وقتی که یک نفر از ما میگه که من در راه مجاهدین هستم، عليه أن يعرف أنه اختار أشرف خط باید بداند که شرافتمندانه ترین و اصعب راه رو طریق انتخاب کرده و دشوارترینش رو. الأخوة يعرفون أنني تعرضت لترغيب كثير، برادران میدونن که من مورد اغواگری زیادی قرار گرفتم من عدة جهات از طرف‌های مختلف. طبعا هذا كان يزيدني طبعا قناعة این هم بیشتر بر أننا على حق، اعتقاد من افزود که بر حق هستیم وقدمت لنا المناصب العجيبة الغريبة و منصب‌های عجیب و غریبی به من پیشنهاد وحتى شد. من دول حتی از جانب برخی کشورها. كان فقط الطلب اترك مجاهدي خلق، فقط در برابر این درخواست که مجاهدین خلق رو رها کن. وكنت أقول كما قال جدي محمد، همچنان که جدم محمد حضرت محمد عندما عرضت عليه قريش که أن يترك هذا الأمر، براش ازش خواست که رسالت رو رها کنه، فقال لأبي طالب و گفت به ابی طالب يا عم عموی، ای عمو، لو وضع الشمس في يميني اگر خورشید را در دست راست والقمر في و يساري ماه رو در دست على أن چپ قرار أترك بدیم هذا الأمر که این امر رو رها ما کنم، تركته. من رها نخواهم کرد. فهنا علم